چطوری بچه‌ها؟ من آریا هستم و با آنیتا و علی امروز اومدیم یه سری پازل رو حدس بزنیم. چیزی که هست اسم یه کشوره که هر کس که زودتر حدس بزنه امتیاز میگیره و بعد برنده یه جایزه میشه. حالا نمیدونم چیه خب چیه؟ ببین راهنماییتون میکنم. این چیه الان؟ تو آسیاس آقا. پرسی. نه چیه؟ کلا تایده. اون کناریش چی میشه؟ وان. اسم یک کشوره. یکی اسم چی جوری تایید شده تایوان؟ خب تا دست این الان چیه؟ کناری چیه؟ چپ میره به راست. نه کوره فلج نیست که. چرا کوره؟ خب کور. اون کناریش چیه؟ دست دیگه. دست. حالا دست رو جمعش کنی چی میشه؟ دست. You what؟ دست. ببین جمع توی فارسی بخوای یه چیزی دستان. خب اسم کشوره. حدس بزنی چیه؟ کردستان. چرا؟ چه ربطی داره؟ کردستان. آره دیگه. کردستان یک شدیم. آره دیگه. نه. واکینگ دد. نه. ببین این چیه الان؟ این اولی اسکلت. دومی داره چیکار میکنه؟ کوتاه کردن مو. کوتاه میکنه هرکات. آفرین. هرش بردار. اسکاتلند. آها اینا فقط کشورن. نه یه سری اولیاش کشوره. بعد 3 تا فهمیدم تازه باید کشور. آریا راهنمایی میکنم. بگید بچه‌ها اینو بگید. این خیلی آسونه. ایرلند. خیلی نزدیک گفتی. ایران. ببین آیران. این اسم کشور نیست. بعد حدس بزنین این چیه در اصل؟ اچ بخونیدش چیه؟ H2O. خب H2O میبینی یاد چه چیزی میفتی؟ آب. حالا چه چیزای دیگه ای هست؟ ببینین چه آب قرمز گزینه‌هایی توی چه چیزایی توی تصویر هست که میتونی نوشته. ببین خیلی عمیق‌تر نگاه کنی. دو بین آبه. نه بیشتر دقت کن. ببین کلمش با آبه یا با همون H2؟ آبه. نه کشور و اینا نیست. چیه؟ آبه دارم میگم. آب چی؟ آب چی؟ آب داغ آبیار. خیلی رندوم گفتم. چه جالب. جمهوری مایتابه چی به انگلیسی؟ چه میدونم. پات. جی کاتلند. نه پات میشه قابلمه. ببین مایتابه همون تو حالت پات و اینا. حالا بگو جامائیکا. نه بگو ژاپن. گفتی دیگه بابا. خب ژاپن دیگه بابا. چه ربطی داره؟ پن میشه مایتابه. ژاپن. خب من گفتم پات، تو میگی پات نه؟ گفتم پات قابلمه میشه. بچه خوبه. میکروب نیست. باکتری. بعدی آ هست. اولیه بگین. به باکتری چه چیزایی دیگه میگن؟ نه به باکتری چه چیزایی دیگه یادمون نفوس هم هست. میگن گوشم چی گرفته؟ جرم. به جای باکتری جرما. جرمنی. آلمان. چه ربطی به این داره؟ نی جرمنی. آره نی. پس تو هم که انگلیسی بلدی؟ دیشب تکتایی شده سره 24 شد. این اسم یه فیلمه. این جنگ ستاره. خیلی سریع میگه اصلا نمیشه بچه ها پشت صحنه کات بزنید تو بگید. قربونه نه یه دیگه خیلی امتیازت رفت بالا. نمیذارید اصلا. مانی هیست. من نمیدونستم. آفرین. دزد و مانی. بازم واکینگ دد تو سریالا خیلی داره میزنه بالا. من سریال باز نیستم. امتیازاتونه یادتونه چند نه یادم اومد مال مارول بود. نه مارول نیست. خیلی قدیمیه.
این چیه؟ ماجیک و جادو و اینجور چیزا. ماجیک. هری پاتر. خب چرا اونو نذاشتی؟ اون ایموجیه چرا نذاشتی؟ من سمت من پیدا نکردم حقیقتا. درست چی کنم. بود خوناشم؟ ومپایر دایری. بابا اینا رو من ندیدم. داری تقلب. خیلی دارین سریع‌تر از اون چیزی که فکر می‌کردم. تبانی تو گیم آف خب این گیم آف ترونز. اوکی. چه جالب. بابا دیگه یه جوری الان فکر کنم من نشون دادم قبلا اینا رو. خب این سخته. تین وولف. ایزی. سریاله؟ اینو دیگه عمرن بدونی حدس بزنی. این سریاله باز. سریاله؟ اینو عمرن بده. اینو بعد به تمام چیزاش دقت کنید. Once upon a time. نه. خب ببین ذره بین مثلا تو شرلوک و اینجور چیزاست. من سریال باز نیستم. ببین گیج اولیش مثلا طرف ایموجی چیه؟ خب به انگلیسی یا فارسی؟ نه کلا به فارسی. اسم سریال هیپنوتیزم شده. خب بعدی دومی چیه؟ دومی اگه بتونی حدس بزنی. نور نیست. نور نیست چی میشه؟ نایت. نه وقتی نور نیست چیه؟ نایت. تاریکه. خب اسم سریال که سریال گیج کننده ای که تاریک اسمش دارک. خب یه چیز تاریک میذاشتی گفت قبل اینکه اومدم بگم وایسا. بریکینگ بد. بچه‌ها بعدی چیه؟ شکلات. شکلاته. دبی چاکلت. خیلی سریع میگی. موبایله. تابستون اینا. اینم کشوره. موبایله. یه برند موبایله. هوایی. درسته ایول. هلند ایول. ولی مثلا آمستردام بعد میگفتی ولی خب. نه آمستردام حفظم. چیه؟ شهر. به پول و آفتاب قهوه. این پوله تو اهواز که نیست. شهر سان فرانسیسکو. چیزای دیگه داره. اینم باز شهره. خیلی آسونه. برج بیگ بن با اون کانکسای تلفن. خب پاریس دیگه فرانسه. نه بابا چیز برج بیگ بن برج ساعت لندن. حواسم نبود. این چیه؟ یونان. نزدیکی بگو یونان دیگه. چیز بابا ایتالیا. ماکارونی نمیدونم اسپاگتی. روم. خبرگزاری صدا و سیما روم. ولی اون مال یونان. آره هالیوود. من اولش رو میبینم فقط. سریع میگه بابا ویدیو. حالا اینو بیا حدس اگه تونستین اینو حدس بزنید. خب این چیه؟ اینو بعد یک کشوره؟ چیزه. نه کشوره نه هیچی. بعد حدس بزن. نه هیچی. نمیتونم بگم چیه و این خیلی آسونه. خب این چه راهنمایی کردنی؟ بگین حدس بزن ببینید چیه. خب بعدم انقدر سریع حدس میزنی اگه یه کوچیک‌ترین راهنمایی کنم میفهمی. چت جی پی تی. ببین اینو خیلی باید دقت کنی. هرچی جلوتر میره سخت‌تر میشه. الان پی کجاست؟ بالا و داخل. توه چیه؟ توه جیه. پی تو جی. به انگلیسی بگو. پی این جی. خب اون حالا اون پیه کجاست؟ اون پیه. اون دومین پی کجاست؟ روی جیه. آره به انگلیسی. خیلی بالا. خیلی خدایی خوبه. علی حدس میزنه من نمیتونم اینا رو واقعا. نه اتفاقا انگلیسیه میتونی حدس بزنی. کلا یه جمله انگلیسیه. به چیزایی که توی تصویر هست دقت کن. ایگو رد یکیشو حدس زدی. ببین چه چیزی رده؟ ایرد. خب دیگه چیا داریم توی تصویر؟ ایرد خیلی نزدیک گفتی. داری خیلی حدس خوب زدی. ایرد گو بگو. آفرین تو گو داریم. بگو ایرد تو گو دیگه گفتم. جملهشو درست بگو. ایرد تو گو چیه؟ جمله انگلیسیه. ببین ایر تو گو. خیلی داری نزدیک میگی. خب ببین ایرد گو تو گو. ببین رد اولین چیزیه که میبینی. خب دومین چیزی که میبینی چیه؟ خب بگو. تو گو. رد بول. بابا رد اولین چیزی که میبینی. ای هم دومیه. خب رد ای. ردی. ready to go. آفرین. اوه چقدر دو تا گو داشتی. ready to go. چرا زودتر نفهمیدم. اسم کشوره. اینم بازم پاته. مایتابه رو گفتم. پات نیست. مایتابه پن میشه.
پنا اون چیه اون چیه علی پاناما یه کشور تو آمریکاست. اینم یه چیزه وای من یاد چیز خوبی افتادم که تو فارسی انگلیسی استفاده میشه جفت نیگا وای قطعش مجتبا قطعش وان کافی علیوان کافی علیوان نه این کافی راهنمای کاری این سخته ببین تیه آره تیه خب اینا چاییه چیزی یعنی؟ که آره چاییه اون توی چه جایگاهی هستن وان تی مثلا میخوای بگی که اول شده چی میگی؟ تست چه ربطی به چایی داره؟ خب نه میفهمی حالا خودت بگو بابا اینا مثلا یکی خیلی خوبه توی چیزی اول میشه وینر دیگه چیا میگن برنده شدی آفرین برنده شدی داره میگه بگو دیگه نه آقا راهنمایی از پشت صحنه هم داره میشه بگو خب نشنیدم گفت بستی که توی فارسی معادل نداره بلک بستی و بهترین رفیقت میگی بستیمه بستی من واقعا به بهترین رفیقم بعد اینم تیشرته چرا باید به بهترین رفیقم بگم خب انگلیسی بچه‌ها اینا میدونستن انگلیسی بلد نیستم بستی تو فارسی اینا اومدن من انگلیسیه منتظرم این کلمه‌شو بگه من خب اون ایگله اولیش فارسی اولیشو بگو خب چی میشه چی گفته آره اون عقاب آره دوم ایگل ماگل ببین دومیشو گفت الان میتونی بگی ماگل اولیشو حدس بزن ماگل چیه تو هری پاتر نه چیه خب چیه اسم کلمه انگلیسیه میگم کشوره وقتی یه تعداد زیادی آدم جمعیت آره جمعیت خب یه جمعیتی میرن یه جا میگن چی اومده مثلا طرف تمام جمعیتش آورده چیش آورده لشکر چی مثلا تو عروسی همه فامیل مهمون همه ایل و طایفش آورده کلمه انگلیسیه خب بگو دیگه ایلیگل چیه بگو ایلیگل هم میشه ولی بازم از پشت صحنه دارم میگم بچه‌ها من گوشام ضعیفه با دست ببین تو آهنگا هم هست مثل کریمینال مثلا یه همچین کلمه یه توی آهنگ میگه من رو بدن آنورماله مثل کریمیناله بعد چی میگه چیه ایلیگال همونه که اول گفتی اسم آلمانی آورد نه آلمانی نیست اصلا چیزه میتونی بگی چیه کشوره اسم یه اپلیکیشنه تندر چیه اسکوپ اینم برنامه است نه این یه اشیاء تار میشه چی تار نه تار نیست خب ولی خب راهنمایی نزدیکه ببین چی شده این اسکوپ چی شده نه سانسور نشده کوچیک شده من راهنمایی میکنم علی میگه I don't think so. God of pain, of suffering. اسکوپ لیدر خب بگو خب لیدر به انگلیسی لیدر نیست یه کلمه شبیه به اون توی علمی اصطلاحات علمی تاینی هم نه تاینی که اصطلاحات علمی ریز توی دوربین هست توی دوربین چی میگن میخوای من خیر سم دوربینم داشتم تو دوربین مثلا میگن میخوان از یه چیز ریزی عکس برداری فیلم برداری میکروسکوپ بابا میکروسکوپ آفرین میکروسکوپ دوربین داره It's only a game. Why you have to be mad? بابا میشه نزدیک کوچیک شده اشتباه راهنمایی دیگه گفتم مهم گفتم بچه‌ها آلمان کشوره نه کشور نیست خب چه چیزی میشه نمیتونم بگم میفهمین جرمنی جیسس نیست چیه پیامبر جیسس نیست چیزه گلبون و اینا چی میشه چوپون همه کلام اشتباهه اینم انگلیسی بعد بگیم آره جفتش انگلیسیه جرمنی چوپون به انگلیسی من نمیدونم چی میشه باشه اسم یه حیوونه حیوان جرافی گلف چیه حیوانه زرافه نه خیلی واضحه وایسا
جکوار. بچه‌ها دارن از پشت صحنه باز کمک میرسونن. قبول نیست. شیپ بابا چیز میشه شپرد سگ چیز داگ چی میگن جرمن شپرد فارسیشو یادم رفت گله‌دون چوپان آره میشه جرمن شپرد دیگه باید بگین نمیتونم بگم چیه سانه این سانکی مانکی با من دارم علی راهنمایی کنم علی توضیح میگه بابا بچه اگه دوست داشتیم بچه آخرین ویدیویی بود که من شرکت کردم کارت جورجم بذارم لایک کنید هوش ذکاوت میبینه به تو سلام و خدافظ برنده این ویدیو اینجوری بیام It's about drive, it's about power. We stay hungry, we devour. خدافظ تموم شد